یکی از خوشمزه ترین آشای محلی همین آش طرخینه‌ای که میخوام امروز براتون درست کنم. دستور پخت‌های مختلفی داره اما من این دستورشو از همه بیشتر دوست دارم چون خیلی خوشمزه است. بهتون پیشنهاد میکنم شما هم حتما امتحانش کنین. برای شروع کار طرخینه‌ها رو توی یه ظرف قرار میدیم و بهش 1 لیتر دوغ اضافه میکنیم. ما توی این دستور مجموعاً 1.5 لیتر دوغ لازم داریم که 1 لیترشو الان و نیم لیترشو توی مرحله پخت استفاده میکنیم. در ظرف رو میبندیم و طرخینه‌ها رو به مدت 24 ساعت داخل یخچال قرار میدیم. برای این آش احتیاج داریم به لوبیا، نخود و عدس که از 24 ساعت قبل میشوریم و خیس میذاریم. بعد از گذشت 24 ساعت حبوباتمون رو کاملا میپزیم چون که توی این آش حبوبات باید پخته بشن بعد به آش اضافه بشن. بعد از گذشت 24 ساعت طرخینه‌ها رو از توی یخچال در میاریم و کاملا مخلوط میکنیم. بچه‌ها اینایی که روی دوغ من میبینین پره‌های زعفرونه چون طرخینه من زعفرونی بود. حالا مخلوط طرخینه و دوغمون رو داخل قابلمه میریزیم. بهش نیم لیتر دوغ و 1 لیتر آب اضافه میکنیم. حالا قابلمه رو روی حرارت متوسط قرار میدیم و مرتب همش میزنیم تا به جوش بیاد. حواستون باشه چون توی این آش داریم از دوغ استفاده میکنیم. اگه مرتب همش نزنیم دوغتون میبره. وقتی که آش به جوش اومد در قابلمه رو میبندیم و روی حرارت ملایم 1 تا 2 ساعت میپزیم تا آشمونم یکم غلیظ بشه. پیازا رو ریز خورد میکنیم و داخل روغن داغ میریزیم و تا زمانی که کاملا طلایی بشن تفتشون میدیم. وقتی که پیازامون طلایی شدن بهشون سیر رنده شده رو اضافه میکنیم. اینی که دارم بهتون یاد میدم یه معجون خوشمزه برای این آشه که همین معجون باعث خوشمزگی آشمون میشه. سیر و پیاز و یه مقدار با هم تفت میدیم. بعد بهش زردچوبه، فلفل سیاه، پودر تخم گشنیز، نمک و نعنا خشک رو اضافه میکنیم. یکم تفت میدیم تا نعنامون تغییر رنگ بده و یکم شبیه نعنا داغ بشه. حالا معجونمون آماده است. حرارت رو خاموش میکنیم و کنار میذاریمش. بعد از گذشت 1-2 ساعت وقتی که طرخینه‌مون پخت و به غلظت رسید بهش حبوبات پخته شده، سبزی آش و معجونی که درست کردیم هم اضافه میکنیم و خوب همه مواد رو مخلوط میکنیم. در قابلمه رو میبندیم 30 تا 40 دقیقه دیگه میپزیم تا آشمون کاملا جا بیفته. حالا آش خوشمزه و فوق‌العاده مقویمون آماده است. میریم سراغ سرو آشمون. من آشو داخل یک کاسه‌ای ریختم و با پیاز داغ و نعنا داغ تزیینش کردم. دوستان من چون توی این آش از دوغ استفاده کرده بودم دیگه برای تزیینش از کشک استفاده نکردم. شما اگه دوست دارین میتونین از کشکم استفاده کنین. این آش توی این روزا خیلی میچسبه. درستش کنید و از خوردنش در کنار خواص بی‌نظیرش لذت ببرید. نوش جونتون.